خوب بازی کرد برابر تیم بزکشی سمنگان. حالا اگر بحث پیروزی و شکست را کنار بگذاریم، تیم بزکشی فاریاب انصافا در برابر تیم بزکشی سمنگان خوب بازی کرد و دو برادر برای تیم بزکشی سمنگان امتیازگیری کرد، کوشش کرد تا فاریاب را به امتیاز برسانه ولی موفق نشد و یک گل بهار نمیشه. یک نتیجه خوبی را کسب کرده بود بازیکنان فاریاب، ولی در سمت دیگر تیم بزکشی سمنگان با حضور فردا هم رقابت ها را اندازی خواهد شد. از شما دعوت میکنم که همچنان بیننده میلی اسپورت باشید و در رسانه های اجتماعی هم ما را فراموش نکنید.